بسم الله الرحمن الرحیم. اگر کسی گمان کند که بالاتر از شرح صدر و داشتن روح بزرگ نعمتی در دنیا هست، اشتباه کرده است. چرا؟ برای آنکه در زمان خود ما طلبه پرظرفیت که 3 شبانه روز غذا نخورده بود، 1 قران پول قرض میکرد تا شام بخورد. وقتی میفهمید که در حجره مجاورش طلبه دیگری بیشام است، پول را به او میداد و در عین حال خوش بود و گرم شور و عشق با محبوب. اما فرد کم ظرفیت اگر فرضاً 1 روز چیزی برای نهار نداشته باشد، خودکشی میکند. آیا با این نمونه ها پرظرفیت بودن بالاترین نعمت نیست؟ آری، نشانی یک انسان بزرگ این است که در همه حال یکسان باشد. یعنی روزی که مثلا 1 میلیون تومان سود می کند با روزی که همین مقدار ضرر می کند فرقی در حالش پیدا نشود. مسلماً اگر سود و زیان در نظر انسان یکی نشود و روزی که این مقدار را به دست می آورد شاد شود، روزی که ضرر می کند متأثر خواهد شد. ولی انسان پرظرفیت در همه حال یکسان است. شخصی می گفت من 60 سال با مرحوم آقای معاشر بودم، اصلاً حوادث در ایشان اثر نمی کرد. فرمود خداوند عالم زهد را در 2 کلمه از قرآن جمع کرده است: لکی لا تعثوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم. بر آنچه از دست شما رود افسوس نخورید و برای آنچه به دست شما آید شاد نشوید. آری، گفتن این مطلب آسان ولی پیاده کردنش خیلی مشکل است. اما اگر میخواهی در آینده به مردم خدمت کنی و فرزندانی جسماً و روحاً سالم تحویل جامعه بدهی که وجودشان منشأ اثر باشد، بر فرض که خودت هم این روحیه را داشته باشی کافی نیست، بلکه باید همسرت هم اینطور باشد و روحیه او را چنان بسازی که همه دنیا در نظرش 1 مشت خاکستر شود. آن وقت است که شما می توانید در زندگی موفق شوید و کارهای بزرگ انجام دهید و انسانهایی را تربیت کنید و از عمر خودتان نتیجه بگیرید.